ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که خارج شدن آمریکا از پیمان چند ساله‌ای منع گسترش سلاح اتمی سبب رقابت تسلیحاتی می شود. ولادیمیر پوتین در این باره روز 24 اکتبر در یک نشست خبری مشترک با جوزپه ورده نخست وزیر ایتالیا صحبت کرد. ما پاسخ دادن می توانیم بسیار زود و با ثمر. سبب خارج شدن شریکان ما از پیمان چیست؟ با گفته آنها گویا ما این پیمان را رعایت نمی کنیم، ولی طور معلوم هیچ دلیل نمی آورند که ما چگونه پیمان را نقض می کنیم، ولی امریکا آن را از حال نقض کرد. هفته پیشتر از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که آمریکا از پیمان منع گسترش موشک‌های اتمی میان پرواز خارج می شود چون روسیه این پیمان را رعایت نکرده است. پیمان مذکور در زمان جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد شوروی امضا شد. بر اساس آن دو کشور صدها موشک میان پرواز اتمی را از بین بردند و حق ندارند که چنین موشک‌ها تولید کنند.